رهگذر از درگیری مادر دستفروشی که زیر بارون سرد سبزی میفروخت با موبایلش فیلم گرفت. اون فیلم میلیون‌ها بار دیده شد، کلی هم لایک و کامنت و فحش زیرش اومد که یه شیرزن داره نون حلال در میاره، کتک زدن داره، غیرت کجا رفت؟ چند روز این اتفاق اخبار جنجالی شبکه‌های مجازی شد، اما اون مادر دستفروش چند تا خیابون اونورتر در حالی که درد و بغضی بزرگ رو به دوش میکشید همچنان مشغول کارشه و انگار خیلی خوب میدونه نون در آوردن و سیر کردن شکم بچه‌هاش تو دنیای واقعی با لایک و کامنت امکان پذیر نیست. با خودم میگم گاهی وقتا از دستفروش‌ها چیزی بخرم حتی اگه نیاز نداشته باشم. در هیچ جای دنیا دستفروشی جرم نیست. این صورت استخونی از فقر سیلی که میخورد